آیا میدونی بهترین و گرونترین عتیقه‌های جهان چیان؟ عتیقه‌ها فقط الماس و طلا نیستن، بلکه هر چیز با ارزشی عتیقه است. پس اگه میخوای بدونی بهترین عتیقه‌های جهان چیان، حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. مطمئنم با دیدن آخریش مغزت منفجر میشه. شماره 10. شمشیر ناپلئون. شمشیر ناپلئون دارای یک تیغ تیز و بلند بود که به طول حدود 80 سانتی متر می رسید. دست شمشیر نیز با استفاده از مواد گرانبها و زیبا ساخته شده بود. شمشیر ناپلئون به دلیل وزن مناسب و تقادر خوب برای نبردهای نزدیک و دست به دست بسیار مناسب بود. شماره 9. دست نوشته داوینچی. این مجموعه یادداشت‌هایی از اختراعات و طرح‌های لئوناردو داوینچی است و در سال 1700 نوشته شده است. در سال 1994 به قیمت 30 میلیون دلار خریداری شده است. شماره 8. شیپور جنگی. این شیپور جنگی مربوط به قرن 11 میلادی در اسکاندیناوی ساخته شده است و به قیمت 17 میلیون دلار به فروش رفت. این شیپور دومین اثر هنری با گرانترین قیمت در جهان است. شماره 7. جام میناگری شده. این عتیقه در میان سالهای 1736 و 1795 ساخته شده است و ارزشی معادل 16.5 میلیون دلار دارد. در سال 2010 این جام میناگری شده با ارزش به یک خریدار نامعلوم فروخته شده است. شماره 6. ظرف تاریخی. این ظرف مربوط به دوران مینگ یا همون قرن 13 و 14 است و از طلای 18 عیار ساخته شده است. در سال 2008 به قیمت 15 میلیون دلار به فروش رفت. شماره 5. تاج الماسی. این تاج از الماس و جواهرات زیادی ساخته شده است و به دلیل صاحبان قبلیش بسیار با ارزش تر شده است. در سال 2011 به قیمت 12.7 میلیون دلار به فروش رفت. شماره 4. مینیاتور دربار ایرانی. این تابلو مربوط به سال 1500 است و به عنوان یکی از بهترین آثار هنری و ادبی در جهان شناخته می شود. در سال 2011 به قیمت 12.5 میلیون دلار به فروش رفت. شماره 3. میز تحریر. این میز دستساز مربوط به سال 1760 است و از یک کتابخانه و یک میز تحریر متصل به هم ساخته شده است. در سال 1989 به قیمت 12.4 میلیون دلار به فروش رفت. شماره 2. سوپخوری ژرماین رویال. یک ظرف عتیقه است که در سال 1733 ساخته شده است. این ظرف دارای وزنی بیش از 13 کیلوگرم دارد و قیمتی بالغ بر 12.6 میلیون دلار. این سوپخوری به عنوان یکی از گرانترین عتیقه‌های دنیا شناخته می شود. میریم سراغ شماره 1، ولی قبلش اگه تو الان ویدیو ما رو لایک نکردید حتما لایک زیر ویدیو رو بزنید. شماره 1. مسواک گران قیمت ناپلئون. یک مسواک است که با استفاده از مواد با ارزش و طراحی منحصر به فرد ساخته شده است. این مسواک دارای بدنه‌ای از نقره زراندود و پرزهای از موی اسب است و خمیردندان آن نیز از تریاک تشکیل می شود.